ای نسخه نامه الهی که تویی، ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی. بیرون زی تو نیست آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. مولانا جلال الدین بلخی. این رباعی مولانا یک آگاهی است برای همه من و شما انسان ها که ای انسان هر چی خواهی در وجود خودت پیدا میکنی. یعنی آنچه که در عالم هست، سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت، سراغش را خطا نرویم، او در داخل ما و شما هست. پس آیا میخواهید به این مخزن، به این گنجینه دست یابید؟ برنامه های خیراتنامه را پیگیری نمایید. ما در سلسله برنامه های خیراتنامه کوشش میکنیم هرچی در حد توانمون باشد انسان را، خودمان را به خودمان آشنا کنیم، رسالت اصلی خودمان را بازگو کنیم، هدف عالی زندگی را بازگو کنیم، ارزش یا که معیارهای ارزشی انسانان را بازگو کنیم. این است هدف ما. پس برنامه خیراتنامه را پیگیری نمایید و همچنین نظرات خود را حتما در شرح نویسید تا ما توانیم از روی نظرهای شما برنامه های خود را پیش برده باشیم. با عرض احترام و ادب شنوندگان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سالم و تنصیحت هستید. در موضوعات قبلی ما عاید جایگاه و مقام انسان گفتیم. حالا امروز میخواهیم اندک پیرامون ارزش انسان، زیرا دوستانم ما انسان ها به نهایت ارزشمان بلند است. بعدا ما دیده و ندانسته خودمان را، ارزشمان را پست میکنیم. حالا اگر یک نگاه به زندگی اندازیم، همه ما طلبگار چیزی هستیم که ارزش آن بلند باشد. عادی ترین چیز مثلا وقتی ما میخوایم رویم برای خودمون یک لباس، یک پیراهن گرفته باشیم، حتما ما اولین نگاهمون این است که ارزشش اگر گرانتر، قیمتتر باشد، حتما او خوبتر است، حتما صفتش بالاتر است. یا که در مورد ماشین ها تصور کنید، ببینیم ماشین هایی که مثلا هر چقدر امکاناتشون بیشتر می شود، خوبتر می شود، ارزششون همین قدر بالا می رود. نه ماشین هایی که امکاناتی کمتر دارن، ارزششون پستر می شود. اگر از خودمون یک سوال کنیم که مثلا آمده از ما پرسن، تو فرض کنیم این ماشینی که ارزشش به نهایت بلند است، این را میخواهی یا که پایان ارزش را؟ همینطور اگر به ما دادنی باشن، تمام انسان میگه که نه، من این گران ارزش را میخواهم. یعنی ارزش به نهایت چیزی مهم است. حالا ما انسان ها نیز عین همین ارزش داریم. ارزش ما را کی معین میکند؟ چی چیزه، چی کسی ارزش ما را معین میکند؟ ارزش ما انسان ها را خودمان معین میسازیم. مثلا حضرت مولانا میگویند، مولانا جلال الدین بلخی، بر هرچی همه لرزی میدان که همان ارزی، زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. یعنی میگن ای انسان، اگر تو به هر چیز که دلت لرزد، بر هر چی همه لرزی، این دل برای چیزی که لرزد میدان که همان ارزی، دان که ارزشی تو همان است. حالا این دل رو چی چیز میلرزاند؟ خب وقتی که ما اگر خوب نگاه کنیم ببینیم دل ما رو چی چیزی میبرد. آیا آن چیزی که دل ما رو برد ارزشش بالا هست یا نه ارزشی پستر دارد؟ اگر ارزشی وای بالا هست، یعنی چیزی هست که ابدی هست، باقی هست، زود از بین رونده نیست، ما دانیم که ارزشی ما همان است، همان رو می ارزیم. نه اگر یک چیزی هست که زود از بین می رود، هیچ بقا ندارد، اگر دل ما رو آن می لرزاند، دانیم که ارزش ما همین چیزی فانی است، همین چیزی زود از بین رونده است. به این خاطر چطوری که گفتیم ارزش ما انسان ها رو خودمون مشخص می سازیم. یا که در جای دیگر حضرت مولانا میگن در گر هوسی لقمه نانی نانی، گر در هوسی لقمه نانی نانی، گر در طلب گوهر کانی کانی. این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. این شاه بیتن اینها که مولانا میگن که اگر تو
همه‌اش حوست یک لقمه این نان باشد تو دان که یک لقمه این نان می ارزی. نه اگر گویی که من ارزش من یک لقمه این نان نیست، من در پی جستجوی گوهری کانم، کانی گوهر، یعنی من کانی گوهر رو به دست می آورم که ابدی باشد، همیشه یک زندگی خوب. این زندگی رو چنان تشکیل کنم که زمینه باشد برای آخرت خوبم. اگر تو در طلب اینی پس اینی. حالا ما یک برده این نان رو طلب میکنیم یا که گوهری کان رو؟ این معمولی است که انسان میگن من گوهری کان رو میخواهم. در ادامه میگن این نکته رمز، اگر بدانی دانی هر چیز که در جستنی آنی آنی. تو این رمز رو یا به قول سیکرت رو در ذهنت نگاه دار که چیزی که تو در جستجویش هستی به همون میرسی. پس دوستانم، ما به خود سوال کنیم ما چی رو میخواهیم؟ در جستجوی چی چیزی هستیم؟ ارزش من چی قدر است؟ این چیزها رو باید ما در حیات مشخص سازیم تا اینکه توانیم و دانیم که چی میخواهیم. وقتی که ما دانستیم که چی میخواهیم، ارزشمون چقدر است، آن وقت ما خودمون رو گویا یک مانیتورینگ میکنیم و بها میدهیم که در چه حدی هستیم. خب این بود دو قطعه بیت از حضرت مولانا جلال الدین بلخی آیید ارزش انسان. امیدوارم این بحث نیز برای شما مفید واقع شده باشد. خب برنامه های ما را پیگیری نمایید، زیرا ما میخواهیم در این برنامه خیراتنامه بهترین نکته ها، بهترین چیزهایی که ما را میتواند به خود ما انسان ها آگاه سازد بهر شما عزیزان پیشنهاد سازیم. زیرا چیزی در این دنیا عجیبتر از خود ما نیست. به قول حضرت حافظ وجود ما معما است حافظ، که افسونش فسون است و فسانه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار دوستانم. خیر.